من دایمینا مادر شهریار دادخواه خون بچم هستم و از خون بچم نمیگذرم و هر بار به هم زنگ میزنن کینم و بغضم بیشتر میشه. هر بار منو اذیت میکنن و هر بار به بچه هام آسیبی میزنن و به بچه های دیگرم آسیب میزنن، من بازم شجاعتر میشم. من تا حالا راه شهریار رو از روزی که شهریارمو شهید کردن من قسم خوردم به خون شهریار و خون شهریار دیگه و من راهشون رو ادامه بدم. من از هیچ کسی نمیترسم. اگه زنده موندم راهش رو ادامه میدم. اگر منو گرفتن بازم هستم. من از مادرای دیگم تقاضا دارم و ازشون میخوام که نترسن و هیچ بار عقب نکشن و با راه بچه هاشون رو ادامه بدن و دست همدیگه رو بگیرن و همدلی با هم فکری میتونن راهشون رو ادامه بدن. اصلا از هیچ چیزی نترسید، اتحاد داشته باشید. دایمینا هر جای دنیا هست با شماست.